سلام. آیا میدونید کولر خودرو چه نقش مهمی در انتشار ویروس کرونا داره؟ از چندی پیش پژوهشگران دانشگاه اورگون آمریکا هشدار دادند که کولر خودرو میتونه باعث انتشار ویروس کرونا بشه. موضوعی که علیرغم اهمیت اون متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته. میزان آلودگی کفش‌ها به ویروس بسیار زیاد هست. وقتی با کفش آلوده قدم به داخل خودرو میذارین، سیستم کولر هوای کف خودرو رو جذب و خنک میکنه و سپس این هوای خنک رو داخل خودرو پخش خواهد کرد. این یعنی پاشیدن مستقیم ویروس به داخل ریه ها. یکی از علل تشدید کرونا در جنوب کشور و استانهای گرم هم همین موضوع هست. بنابراین اگر ناچار به استفاده از کولر هستیم، این نکات رو حتما رعایت کنیم. 1. به طور مرتب کفپوش خودرو را پاکیزه و ضد عفونی کنیم. 2. دریچه هوای خودرو را باز بگذاریم تا هوا از بیرون به درون ورود پیدا کنه و هوای کف خودرو جذب کولر نشه. 3. با استفاده از کلید تنظیم هوا حالتی رو انتخاب کنیم که هوا در کف خودرو جریان پیدا نکنه. 4. شیشه خودرو را کمی پایین بیاریم تا جریان هوا بیشتر در نیمه بالایی خودرو برقرار باشه و نه در کف اون. 5. همه سرنشینان خودرو از ماسک استفاده کنند. در پایان از شما بیننده محترم خواهش میکنم اگر از تاکسی، وسایل نقلیه عمومی، خودروی خانوادگی و یا خودرویی به صورت مشترک استفاده میکنید، حتما موضوعات گفته شده در این کلیپ رو به راننده محترم تذکر بدید. کمک به انتشار فراگیر این کلیپ در فضای مجازی هم میتونه در پیشگیری از بروز یک فاجعه ملی مؤثر باشه. متشکرم. یا حق.